20 август سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای خوشتر و زمانوی گیمنازی از سه قسمت چهارآشیانه با تختخانه عبارت بوده برای 2560 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. مؤسسه نوی تعلیمی در دایره هدایت‌های همیشگی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی راهبر گروه کارخانه‌های غیور اکبر غلاموف با خرج 42 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید و شناسایی با شرایط نوی تعلیمی در این مؤسسه به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده اقدام صاحبکار وطنی را نمونه عبرت ارزیابی کردند. ساختمان بینای تعلیمی در شهر دوشنبه سال 2018 آغاز شده کارهای بنیادکاری و پیمانکاری را متخصصان گروه کارخانه‌های غیور با صفت بلند به انجام رساندند. لایحه انشاءات از جانب کارخانه واحد دولتی لایحه کش آماده گردیده است. در رفت کارهای ساختمانی از 100 تا 150 نفر متخصص محلی با جای کار و معاش خوب تامین بودند. بینای نوی گیمنازی را ما کارمندان گروه کارخانه‌های غیر در اساس هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات‌های معاصر بنیاد کردیم. در رفت کارهای ساختمانی اساساً ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردانید. بینای خوشتر و تعلیمی در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی باید با برطرف نمودن 17 منزل استقامتی در کوچه میرزا ترسونزاده با جبران نمودن 8 میلیون سومانی و در مجموع 42 میلیون سومانی در جای آنها بنیاد کرده شده است. گروه کارخانه‌های غیور همیشه کوشش می‌نماید که در اقدام‌های سازندگی در مملکت سهمگذار باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح بینای نوی تعلیمی را در عرفه سال نو خوانش و جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزشمند برای خوانندگان و آموزگاران پایتخت مملکت معنی داد کردند. بینای نوی مؤسسه تعلیمی در پایتخت مملکت دارای 52 صنفخانه تعلیمی با 13 کابینت فنی مجهز با شرایط معاصر دانش آموزی از جمله شیمیا، بیولوژی، متمتیکا، فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی، گئوگرافیا، آزمایشگاه‌ها و تعلیم مهنت برای دختران و پسران می باشد. آموزش در این درگاه معرفت با زبان‌های تاجیکی و روسی به راه مانده شده 70 نفر آموزگاری با تجربه به تعلیم و تربیت خوانندگان جلب کرده شده است. در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و اهل معارفچیان پایتخت ساکنان این مؤسسه تعلیمی که با تمام معیارهای زمان معاصر جوابگو است مورد استفاده قرار دادند. در مؤسسه تعلیمی کابینت‌های فنی، آزمایشگاه‌ها و تمام تجهیزات مجهز گردانیده شده است. ما اهل کلکتیو گیمنازیا جواباً با غمخوری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کوشش می‌نمایم که در تربیت نسل نورس سهم ارزنده گذاریم. کتابخانه بر هوای گیمنازیا دارای نزدیک 10,000 ادبیات گوناگون تعلیمی و بدیهی بوده تالار خوانش آن در اساس معیارهای موجوده تشکیل گردیده است. گیمنازیا همزمان دارای مجلسگاه با 110 جای نشست، آشخانه برای 210 نفر و نقطه طبی می باشد. در مؤسسه نوی تعلیمی با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و جلب خوانندگان به نمودهای گوناگون ورزش، تالار بر هوای ورزشی زمستانه و میدانچه بازی تابستانه تشکیل گردیده است. آغاز سال تحصیل امساله به روز راست آمد که ما جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. ما معارفچیان و طالب علمان همیشه باید کوشش نماییم که به قدر مهنت بناکاران و ساختمانچیان و توجه و دستگیری های راهبری حکومتمان رسیده توانیم. ما آموزگاران را می باید از ادبیات های نوین
از تکنیکای معاصر امروزه استفاده کرده ساعتهای درسی خودمان را به طلبات زمانه جوابگو به راه مانیم و برای تربیه شایسته نسل زمان حصه‌گذار باشیم. اثنای شناسایی با شرایط تحصیل در گیمنازیا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آموزگاران و دیگر مسئولان برای جلب هرچی بیشتر توجه نورسان و جوانان با آموزش دانش‌های معاصر و تکنولوژی زمانوی دستور و هدایت‌های مشخص دادند. امروز شادی و نشاط ما آموزگاران گیمنازیای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حد و کنار ندارد. با تشبث اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، اساسدار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان به ما میسر گردید که فعالیت میانبعدمان را در بینای نو و زمانوی تعلیمی ادامه دهیم. این تحفه ارزشمند است بهر ما آموزگاران در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. از این دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما آموزگاران جوان روح و الهام تازه گرفته وعده می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، وطن دوستی تربیت نموده در رشد و نموی ساحه معارف سهم ارزنده خویش را گذاریم. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی منتداری خود را بیان می‌کنم. من از آن افتخار می‌کنم که در مؤسسه زیبا و برهوا تعلیم و تربیت می‌گیرم و من وعده می‌دهم که با بهای الله مؤسسه را ختم نموده با خلق وطن عزیزم صافدلانه صمیمانه خدمت می‌نمایم. ما نسل نورس امروز شاد از آن هستیم که با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در چنین مؤسسه نو زمانوی مجهز با تمام تکنولوژی معاصر تحصیل میکنیم. وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده برای پیشرفت وطن عزیز خود سهمگذار باشیم. پیشوا را ما معظم صدر شایان دیده ایم، سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم. شهره و معروف اندر عرصه دنیا شده است، نیکنامی های او از لطف یزدان دیده ایم. با مقصد تحلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیرسیمین با تشبث اکبر غلاموف تصمیم گرفتم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی یک مؤسسه تعلیمی بنیان نمایند. در آینده نیز ما جوانان کوشش میکنیم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون سهم باسازی خود را گذاریم.